اون نمازخوان است ولی بی نماز اون طرف. ما یک دنیا نمازخانه داریم که پیش فالبه میرد، نمازخانه است، حاجی هست. نمازخانه داریم که میگوید که ما میموریم بگشته روح ما به یک کودک، به جان یک جسم یک کودک میدارد و با تولد میشه. میگوید 4 مراتب حج کردگی است، 5 وقت نمازخوان است. همین اعتقاد دارد و کافر است دیگه. اگه شما چی جایی یا بسیار نمازخانه در مسجد دعای خیر میکردن، پیرا ارباها یار، پیرا مددگار میگفتن. پیرا مددگار است و ارباها یار است، یعنی روح ها. این گپای کفر است، گپای شرک است. بابای دهقان تربیت کند، نمازخوان از در مسجد بابای دهقان تربیت کند میگفتن. یعنی این گپای شرک از نمازخوان ها بلکه از دامله ها، یعنی مردم اونهای داملا میگفت، از اونها صادر میشد. چه جایی بی نماز ها کن.